بله، من تشکر میکنم از شما. به هر حال صدا و سیما همیشه یار یاور ورزش بوده و کمک کرده به مسائل برای شفاف سازیش. درباره برنامه امشب دارم و اون این که به هر حال آقای صفای فرهانی در استودیو حضور دارن و میتونن در واقع زمان بیشتری رو صحبت کنن. بنای سازمان از اول این بود که وارد این مباحث تا زمان برگزاری انتخابات نشه. حتی باز کنم، ما هم جناب مهندس علی‌آبادی، هم جناب کیومرث ساشا، هم جناب رغبتیان دعوت کرده بودیم که همونطور که شما گفتید صلاح دونستن که بعدا یعنی ما واقعا رسالت خودمون رو انجام میدیم. در حال ما احساس ما این بوده که صدا و سیما حتما به مسائل به صورت ریشه‌ای برای شفاف سازی مردم توجه میکنه، اما خب به هر حال الان به این شکل که به دلایلی که حالا خودتون میدونید و مطالبی مطرح شد آقای هاشمی و بنده مجبور صحبت شدیم، این خب به این شکل قطعا عدالت وارد نشده، انشاءالله در یک برنامه دیگری. نکته دیگر این که به هر حال ما برای جناب آقای صفای فرهانی به عنوان یک هموطنمون و یک شخصیت حقیقیشون احترام قائل هستیم. اگر نکته بنده اینجا عرض میکنم متوجه شخصیت حقوقیشون از خدا نکرده برداشت بدی نشه. نکنید مطالبی رو جناب آقای صفای فرهانی اینجا اشاره کردن بهش در مورد بحث فوتبال، ورود آقای علی‌آبادی، بحث کمیته انتقالی، اساسنامه و مطالبی از این دست. خب به هر حال بخشی از واقعیت رو ایشون گفتن در مقاطعی، اما خب به هر حال از هر آدمی که به هر سالها در عرصه سیاست کار کرده باشه این انتظار هست که به هر حال این زیرکی رو داشته باشه که مسائل و مباحث رو به نفع خودش، واقعا محل اشکال نیست، اما خب همه واقعیت ها گفته نشده. در چند مورد من به سرعت فقط عرض میکنم. سریعتر بازی پرسپولیس و پاس هم مونده یه سری بازی دیگه. حالا به هر حال چون این صحبت شده اونایی که علاقه‌مند بازی پرسپولیسن حتما میشینن نگاه میکنن، اگه چند دقیقه هم این برانور بشه چون خیلی هم گل و اخراجی و اینا داشته حتما نگاه میکنن. بحث ما اینه که نگاه کنید آقای صفای فرهانی در یک جایی اشاره کردن به این نکته که ما در واقع توافقی کردیم با فیفا که آقای علی‌آبادی نمیاد. من سوالم اینه شما به چه مجوزی چنین توافقی کردید؟ چه کسی به شما اجازه داده که از طرف آقای علی‌آبادی و سازمان تربیت بدنی توافق کنید؟ اصلا جایی هیچ کس از سازمان تربیت بدنی به ایشون تضمینی مبنی بر اینکه چه کسی میاد و چه کسی نمیاد نداده. این حرف اصلا درست نیست. ضمن اینکه ما داریم تاکید میکنیم فیفا یک نهاد کاملا قانونمنده، یک نهادی است که بر اساس قانونه نه بر اساس روابط. مگر ما حرفای درگوشی با فیفا داریم؟ اگر واقعا در زمان ایشون رفتن و صحبت کردن و گفتن که شما اجازه بدید این اساسنامه تایید بشه، اینو باید همون موقع به ریاست سازمان نشده با ریاست سازمان. این یک نکته. دوم این که ایشون به هر حال نماینده فیفا باید بپذیریم، یعنی آقای صفای فرهانی و اون دو نفر دیگه نماینده فیفا کما که خودشون در هفته گذشته در مصاحبه‌ای که در واکنش به صحبت‌هایی که در نمایندگان محترم مجلس برای حضور در کمیسیون فرهنگی داشتن فرمودن که بنده نماینده فیفا و دلیلی برای پاسخگویی به مجلس و بخش دولت ندارم. ما اینو میپذیریم، ما قبول داریم ایشون نماینده فیفا است، باید حافظ منافع فیفا هم باشه، ما اصلا در مورد این بحثی نداریم. اما اینکه حالا ما بیایم و در واقع اعلام کنیم که ما قبلا توافق کردیم، توافقی با سازمان تربیت بدنی صورت نگرفته، چون نمایندگان سازمان در کمیته انتقالی تمام مباحث رو به صورت مکتوب منتقل کردن از جلسات، صورت جلسات اینجا هست و در واقع ما این بحث رو اصلا نمیپذیریم. ضمن اینکه تعریف شده بر اساس مکتوبات و مستندات هست. چطور فیفا در اون زمان آقای علی‌آبادی رو میشناخته و توافق کرده که آقای علی‌آبادی در حالا فعلا چون نمیاد اسمش نباشه، اما بعداً آقای علی‌آبادی رو نمیشناخته و از رو خبرگزاری ایسنا آقای علی‌آبادی رو شناخته؟ چطور فیفا در میفرمایند حکم برکناری رئیس فدراسیون رو داده، فیفا آقای علی‌آبادی رو میشناخته؟ آقای علی‌آبادی در اون زمان مکاتبه کردن با آقای بلاتر به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی. بعد یک سال بعد فیفا دیگه آقای علی‌آبادی رو نمیشناسه. آیا واقعا باید بپذیریم که فیفا تا 2 روز مونده به انتخابات چطور نمیتونه از طریق رسانه‌های ما همون ایسنا، ایشون اشاره کردن به اینکه در دور دوم فیفا از طریق ایسنا متوجه شده که آقای علی‌آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی هستن که به دلایلی که عرض کردم این غلطه. اما چطور فیفا در همون دور اول که آقای علی‌آبادی ثبت نام کرده متوجه نشده؟ به هر حال از ثبت نام ایشون
تا زمانی که کاندیداها انصراف دادن زمان زیادی گذشته که شوق‌هایی بوده برای حضور یکی از نامزدها در دور نهایی. چطور فیفا اون زمان متوجه نشده و بعد متوجه شده؟ مگر می شود که فیفا انتخابات رو برگزار کنه در 23 مهر ماه، آقای علی آبادی رأی بیاورد به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی و بعد ما بگیم که فیفا حالا متوجه نشد و لاپوشینی میکنه میره؟ این حرفا نگاه کنید سراسر تناقضه. اگر ما قبول داریم که فیفا یک نهاد کاملا قانونمند هست که به هر حال نمایندگانی داره اینجا، تازه ایشون به عنوان نماینده فیفا میتونستن این اطلاعات رو هم به فیفا بدن، هم به سازمان تربیت بدنی بدن، هم بخوان که آقای علی آبادی در انتخابات شرکت نکنن. به دفعات ایشون مصاحبه کردن که آقای علی آبادی میتونه باشه. این یه نکته. بنابراین این بخش اصلا قابل قبول نیست. تا روزی هم که زمان انتخابات دور دوم ثبت نامش انجام شد و تمام شد در 8 آبان ماه، ایشون هیچ اشاره‌ای در این مورد نداشتن. در روز 16 ایشون نامه‌ای دادن که من متاسفانه در یکی از خبرگزاری‌ها مصاحبه کردن آقای صفایی گفتن بنده 4 آبان نامه به آقای علی آبادی دادم، بنده اعلام کردم 4 آبان به ما نامه‌ای نرسیده. بعد خبرگزاری مورد نظر نوشتن که در 6 14 15 گفتن اشتباه از ما بوده در تایپ. بعد خود آقای صفایی الان میگن 16 درسته. ایشون 16 نامه‌ای به آقای علی آبادی دادن و در اون نامه در واقع گفتن که نامه فیفا رو در 5 نوامبر ضمیمه کردن. خب این که مشکلی حل نمی‌کنه. در 5 نوامبر درسته فیفا رسما اعلام کرده آقای علی آبادی نمیتونه شرکت کنه و از اینجا بود که اصلا بحث‌های ما با فیفا و UFC شروع شد. جلسات تشکیل دادیم، گفتیم اصلا چرا آقای علی آبادی نمیتونه، بر اساس کدوم اساسنامه؟ ایشون در این نامه نوشتن که بنده در 2/8 موضوع در کمیته انتقالی با حضور اگه لازم باشه از آقای هاشمی خواهش می‌کنم پاسپورتشون رو بیارن که نشون میده در 2/8 در ماکائو بودن. چطورشون با 2/8 که در ماکائو بودن تونستن در جلسه کمیته انتقالی صحبت کنن و بعد میگن در 6/8 بنده اعلام کردم. اینا حرفای شفاهی است که به نظر بنده ارزشی نداره. اصلا ما دنبال این بحثا نباید باشیم. اجازه بدیم برای بعد. این یه نکته. در مورد بحث آقای آجرلو ایشون فرمودن تازه یه نکته بود. بله چند تا نکته تمومش میکنم من سریع تموم. بحث آقای آجرلو هم خدمتتون عرض کنم. آقای آجرلو به هر حال در اون زمان بر اساس اسناد و مدارک 7 رای بیشتر نداشتن، حد اکثر 7 رای داشتن. آقای صفای فرانی اعلام کنن رسما که غیر خود آقای آجرلو که شکایت کردن از اعضای مجمع فدراسیون فوتبال چه کسی شکایت کرده و اعلام کرده که ما رو مجبور کردن، همین الان اعلام کنن، شما همین الان تماس بگیرید. یکی از مصاحبه‌هاشون گفتن آقای دنیا مالی از تیم ملوان صحبت کردن، آقای دنیا مالی تکذیب کردن. اشکال نداره. اجازه بدید ما میخوام بگیم که اگر هست بگم باید شاکی خصوصی داشته باشیم. مگر آقای صفای فرانی میتونن شخصا تشخیص بدن؟ بعد یک مطلبی که من نمیخوام بگم دروغ، احتمالاً سهوا ایشون فراموش کردن که همین الان فرمودن. من الان دقیقاً صورت جلسه شماره جلسه 44 هیئت رئیسه انتقالی پیش روم هست که در تاریخ 9/7/86 در محل فدراسیون برگزار شده ساعت 16. حاضرین جلسه آقایان صفایی فرانی، هاشمی، دکتر خبیری، دکتر غفاری و رغبتی. ایشون گفتن ما رأی گیری کردیم، آقایان هم امضا کردن. اینجا در بند 2 نوشته آقای مصطفی آجرلو شرایط شناخته شدن. در زیر برگه این لازم باشه بنده میارم اونجا نشون میدم. آقای صفایی فرانی امضا کردن، آقای هاشمی امضا نکردن، آقای خبیری و غفاری امضا کردن، آقای رغبتی نوشتن با بند 1 مخالفم، یعنی در مورد حضور آقای آجرلو و عزیز محمدی فقط بند 2 مورد پذیرش است که بند 2 هم اینه که لیست داوران بین‌المللی از طرف کمیته داوران ارسال بشه برای فدراسیون بین‌المللی. خب ایشون میگن آقایان همه امضا کردن. اصلا چنین چیزی نیست. در مورد آقای آجرلو ما اعتقادمون اینه که کار آقای صفای فرانی خلاف قانون بوده، خلاف قانونی که خود کمیته انتقالی تصویب کرده و اجازه نداده که بره در قسمت بررسی و تجدید نظر. و ما اگر خواستیم بپذیریم این حرف رو، یعنی باید میپذیرفتیم که ما تخلف کردیم. اصلا چنین چیزی نبوده، هیچ فشاری نبوده از طرف سازمان تربیت بدنی و من فکر میکنم که اجازه بدیم اعضای مجمع بیان صحبت کنن. چه کسی شکایت داشته از تخلف سازمان؟ فقط آقای آجرلو شکایت داشته که دوستان اگر یک برگ تونستن مدرک مستند بیارن. همونجا گفتم که ما در مورد مسائل شواهد میدانی داریم که شواهد میدانی در واقع اصلا نمیتونه این ملاک باشه. نکته آخر این که به هر حال بپذیریم که ما الان نکته
اساسی برای ما که این نظر ریاست محترم